نامردی چراست؟ مخصوصا جنس مخالف. من یه زمانی واقعا تمام ثروتمو از دست دادم، پولمو بردن، ولی دوباره از صفر شروع کردم. آره. یعنی با دختر دوست شدی، سرتو کلاه گذاشت، پولاتو برد. آره. چقدر حدودا ازت برد اون موقع؟ اون موقع دور و بر 450,000 تومان، 450 میلیون تومان. معادل چقدر میشد؟ مثلا چند؟ 50-60 میلیارد. 50-60 میلیارد. خونه توی ولنجک خریدم 140 میلیون. 150 متر 140 میلیون. الان خبر داری دختر کجاست؟ اصلا من دیگه به گذشته بر نمیگردم. برد چی گفتی؟ برد گفتم خورد دیگه. چی بگم؟ مدرکی نداشتم. یادت باشه پول زحمت کشی خوردن نداره، باید دو برابرش تقاضا پس بده. این خیالت راحت باشه. من روی صحبتم با اون خانومیه که پولای علیرضا رو خورد اون موقع، بیا با هم یه بیزینسی راه بندازیم که آهش من سرش کنم. آهم میگیرم. من مثلا بهترین ماشین ایران و CLS بود، خریده بودم 190 میلیون. علیرضا نیکبخت وادی هم که باشی، یه ایران هم که رود کراش داشته باشه، تهش یه دختر میاد